سلام خدمت دوستان و همراهان چینل تکنیکل سعید. امروز با ویدیو دیگری در خدمت شما هستم. امروز میخوام برایتان چند تنظیمات مهم پبجی موبایل آموزش بدم که خیلی به درد بخوره است. خب ما میایم در میدان ترینینگ. میدان آموزشی میایم که اینجا براتون نشان بدم که تنظیمات مهم چی است که خیلی از دوستان مشکل داره. خب باز شد. البته شما میتونید در میدان ترینینگ اینجا هر نوع سلاح، هر نوع کلاب، بایک، هر چی هست فقط 30 دقیقه وقت یا نیم ساعت وقت دارین. دست چپ اینجا نوشته است. خب میریم به تنظیمات. در اینجا با تنظیمات بالا دست نمیزنید، فقط با این علامه پیک این فایر، این همون علامه است که وقتی سر از بیخ دیوال میکشیم. خب میرم فال میکنم، این بل کردم، میبینین این علامه ها اضافه شد. این نبود پیشتر. ما برم یک سلاح بگیرم. خب این یک سلاح گرفتم. ای در وقتی با درد میخوره که ما پشت یک دیوال باشیم، مثلا پشت دیوال باشیم و نمیخوایم کسی تمام جان ما رو ببینه، از این استفاده میکنیم. این خیلی عالی است. این دست چپیشم این طرف. خب در اینجا دیگه پیکین اوپن سکوپ است. خب این علامه را این بلکن که بسیار مهم است. مثلا اگر دیزیبل بانیم، وقتی میایم پیک میکنم هیچ اسکوپ نمیگیره، فقط همینطوری پیک میکنه، بس باید خودم اسکوپ بزنم. وقتی که ایره فال کنیم، وقتی که ایره این بل کنیم، میبینین که خود اسکوپ باز میکنه. وقتی که پیک کنیم ما اسکوپ باز میکنه. خب اینجا علامه اسکوپ مود تاب هولد میکسید. خب اگر تاب بانیم با یک تاب میتونیم الا کنیم و اگر هولد کنیم این رقمی الا نمیشه. باید روی اسکوپ محکم بگیریم و بعد خب این روی حالتی میکسید بانین که فکر کنم هم بهتر است. خب اینا رو میبینین دیسپلی لفت ساید فایر بتن، این همی سویچ فایر دست چپ است. خب این اگر روی اسکوپ آن بانیم دیگه وقت فال نیست، فقط روی وقت اسکوپ آن کنیم فال میشه. مثلا دیگه اسکوپ آن نیست فال نمیشه، کلوز کنیم هیچ نمی باشه. خب این آلویس آن این هم خوب است که باشه. و اینجا جیروسکوپ داریم. جیروسکوپ همو میتونیم توسط موبایل کنترل کنیم. مثلا من روی اسکوپ آن میزنم، اینجا تغییرات نمیاد. وقتی که اسکوپ ما آن کنم ما هیچ عمیل دست نمیزنم. میبینید موبایل خود هر طرف میبرم، همون طرف شور میخوره. مثلا با یادت کنین نیم خوب است و ما فعلا با یادت ندارم. فقط دیره روی همیار دستای میش دست موبایل نیست، فقط موبایل مشهور داده رستم بس. وقتی که ایره always آن بگویم باز در وقت هر وقت فال است. مثلا در وقت راه رفتن هم اگه باشیم، اگر اسکوپ هم بگیریم در هر وقت فال می باشه. خب ایرم فعلا کلوز میگم، ضرورت ندارم. خب این علامه است ای تو اوپن دورز. اگر ایره این بل بونین هر وقت پیش دروازه برسین خودش دروازه را باز میکنه. اگر ایره آف بونین، خب ایرم این بل بونین که هر وقت پیش دروازه است خودش دروازه لاک نکنه. دیزیبل شما باید خودتون روی دروازه کلیک کنین باز میشه. پلی ایموت هم ایموتایی که داخل میدان مثلا چک است و یگان گپای دیگه است، اونها رو براتون فال میکنه غیر فال میکنه. خب این جمپ و کلایم یک آپشن نو است که در آپدیت های جدید آمده. اگر روی جمپ بانین فقط میتونین این علامه جمپ اینجا می باشه. اگر این جمپ باشین جمپ کنین، این جمپ باشین روی جمپ کلیک میکنین. و اگر ایره اسپریت بانین یک علامه جدید اینجا می آید. هر دوش جمپ میزنه، ولی اگر اینجا بساد باشیم بالاش نمیتونیم. باید یه علامه دیگه کار بگیریم تا اینجا بالا شویم. ببینین از علامه دیگه کار میگیرم. اگر روی علامه سابق بزنم بالا از بالا نمیشه. خب این هم کسی میخواست فال کنه، کسی نمیخواست نکنه، فیلم غیر فال میکنه. و اینجا دیمیج افکت داریم. مثلا وقتی که بام انفجار میشد، همون افکت هایی که روی صفحه ما مرمی میخریم و کسی که مرمی میزنیم
ولی میدان ترینینگیست معلوم نمیشه. اما سرخ رنگا سرخ است ولی میتونید شما سبز کنید، مثلا گرین بونین سبز میشه. ولی هم رید میمونم. خب این کامره هم وان پرسون شخص اول ایرا فعلا دست نمیزنین ای باشه. خب این حالا در سیور ریزلتس ای که است مثلا دیگران میتونن که نتیجه شما رو ببینن، دم پروفایلتون برن چک کنن، اگه میتونن اگه دلتون خواست آن بانید، دلتون نخواست غیر فالوش کنید. شورت فیت مثلا لباستون بر مردم نشان بده یا نه. ایرا این بال میمونم. اسپکتاتورز آل اسپکتاتورز که است مثلا کسی میتونه شما بازی شما تماشا کنه وقتی که شما در مچ باشین. ایرا این بال میمونم سعی کنه. خب این دیگه ریژن است و خب اینجا دیگه میم گرافیک است. در این گرافیک شما امو در گرافیک شما صفحه گیمتون جور میکنین که چه قسم باشه. خب موبایل کار میتونه فعلا لازمه تا بلند میته اچ دی نمیشه و ما روی می سموت و میدیم میمونم، فریم ریتش میدیم میمونم. خب است نه زیاد بلند کنین و نه زیاد پایین، متوسط بانین خوب تر است. و این هم ستایل هم کالرفول باشه، ریالیستیک سافت هر قسمش خوش داشتیم و کلاسیک میمونم فعلا. برات نیستی روشنی خود داخل گیمتون است که چقدر باشه. ما هم 150 میمونم. خب دیگه در اینجا چیز نداریم که روش کار کنیم. اینجا میم روی کنترلز. خب در کنترلز این دو علامه داریم، یکی اف پی پی است یکی تی پی پی. خب ما روی تی پی پی میرم. تی پی پی باز میکنم. اف پی پی همون شخص شما شخص سیوم هستین، مثلا تی پی پی اینه است و تی پی پی استم میبینین. ولی خود کل آدم نشان میده که اف پی پی باشم تنها فقط اسلحه من نشان میده. ما اگر ببینم اگر اینجا اف پی پی شوه خب در میدان ترینینگی ما نمیتونیم اف پی پی و تی پی پی کنیم. باشین دوستان میتونیم اینا ما اف پی پی میرم، ولی ما برای شما نشان میدیم که اف پی پی چی است. خب فکر کنم نامد اف پی پی نمیشه در میدان ترینینگ و فقط تی پی پی میشه در میدان ترینینگ. خب مشکل نیست. و وقتی در جای کلاسیک هم رفتین شما روی اف پی پی کلیک کنید، شما شخص سوم اول میشین، مثلا فقط اسلحه تون نشان میده. و وقتی که تی پی پی میشین شخص ترد پرسون میشین یا هم نفر سوم که خودم هستم فعلا. خب من روی کنترلز میام، کمی کنترلز برای شما معلومات میدم. در کنترلز وقتی که آمدین کنترلز اینجا کنترلاتون است. در یکی است از طرف چپ کی است ما راه میریم و طرف چپ راست کی است نشان گرفتن و شلیک کردن. در سیوم کی است طرف چپ دست چپ میبینیم موو است که ما میتونیم بگردیم. در موبایل ما کلیک کنیم دوربین میگیریم و طرف راست فایر میکنیم. و خود پابجی میریم انتخاب کرده و همین به نظر من بهتر است. طرف چپ موو میکنیم و طرف راست فایر و ایم از اون طرف راست است. خب وقتی که رواز کنین با این طور یک جای مواجه میشین. در اینجا میتونین که هر سویچ را در هر جای خود بگذارین. مثلا ما ایره در اینجا میذارم. در اینجا میبینین که روی هر کدامش کلیک کنین میتونین که انتقالش بدین، میتونین از اینجا خرد کنینش کلان کنین. پس ما اینقدر میمونم و ایش میتونین که چقدر معلوم شو برتونم دیدیش. ما ایره قدر میمونم ایرم میارم در اینجا هر قسم که شما دل خودتان خواست همون قدر جورش کنین. خب ایرم کوچک میکنیم ضرورت ندارم دوخه. ایرم در اینجا هر کدامش که شما میخواستین میتونین و دل خود جور کنین. ما اینا را ایره قیم میمونم و بار وقت که جور کنین روی سیف کلیک میکنین. سیف کلیک کردین و لایت اپدیتد سیف شد. و اینجا نرمال است که زامبی کیوشر که در زامبی که وقتی که در میدان زامبی ما بریم خودتان که زامبی شوین وقتی باز باید تو یک تنظیمات مواجه میشین. باید در اینجا کار نمیگیرم فکر کنم همی صحیح است. میتونین تنظیم کنین اگر راحت نبودین باش. ایرم سیف میگم آمه برایم. خب در اینجا ویچل امو ما که وقتی موتر میدوانیم او است. در اولی که است ایره خود پابجی انتخاب کرده. در این پایین اینجا موزیک دیزیبل اینبال میشه. مثلا میتونین که موزیک در وقتی که موتر بشین موزیک چلان باشه یا گل باشه. ما دیزیبل میکنم. خب تر از فکر کنم
خب بتن کنترل اینا جور نمیشه، فقط از اینجا میتونید ببینید که چی قسم باشه. اولی که از که دست راست میتونید پیش و پس برین و دست چپ که است، دست راست که است دی بغل باشه، دست راست طرف راست چپ برین. دیگه که اصل دایرکشن یک علامه فقط میده که او میتونه نر طرف برین و دیگه که از این تو اشترینگ و صورت و این گپا را این تو علامه میده. ما هم اولی انتخاب میدیم که بهتر است. خب سنسیتیویتی هم تنظیمات دوربین اسکوپ است. در بخیر یک ویدیو براتون میسازم که بهترین تنظیمات اسکوپ باشه، اسکوپتون بدون لرزش باشه. از خود پابجی رو براتون نشان میدم که چه قسم است. فعلا ما یک سلا بگیرم، M416 میگیرم. خب سلاست براتون تنظیمات اسکوپ نشان میدم. مثلا میایم فعلا این تنظیمات اسکوپ است هم بهتر است. خب ولی تنظیمات بهترش نشون میدم. این لرزش‌هاش تا چقدر که میتونم براتون کم میکنم و بهترین تنظیمات براتون انشالله ویدیو جور میکنم دربارش. خب باشه سنسیتیویتی فعلا از این میگذاریم و روی پیکاپ. در پیکاپ که است مثلا شما براتون میگه که چه چیزا چقدر براتون بردارین، چیزایی که داخل میدان است. تو پیکاپ که است در علامه اول اینجا مثلا هر چیز خودش برداره، یعنی شما هر چیز کلیک کنین بردارین. دیزیبل باشه هر چیز بود کلیک کنین و اگه بل باشه خودش میبرداره. تو پیکاپ پیستولز که است مو تفنگچه را برداره نبرداره برداریدم. خب استاپ دی تو پیکاپ when list is کال اسپیس وقتی که لیست میگم کامل شد دیگه تو پیکاپ نباشه این بال میمونه میره. تو پیکاپ لیول 3 باکس هم این بال باشه. و در اینجا که است اینجا صلاحیت انجام میگین که از کدام صلاح چقدر مرمی بگیره. هر قسم صلاحیت آن است که ویزاید گروزا سکارل اکایم اینجا مارکسمن ریفیلز سنایپر ریفیلز اس ام جی تمام صلاحیت انتخاب میکنین و در آخری که از اینجا فرست اید مدیکیت و هم خونه جواب خونه است. خب 3 میمونم، مدیکیت 4 میمونم، ما انرژی درینک هفت ادرینالین سرنج روزات پیدا نمیشه. خب بازم این گریندا سیر 2 تا میمونم. مطلف سموک هم غبار است، استان گرید هم دودی است. ای آتشی است، این مطلف ایش آتشی است. و اینجا سکوپ لیمیت چقدر سکوپ ها رو برداره. خب هر چندی که شما دلتون بود فکر کنم یک تا برای همیشان بهتر است. سکوپ 6 است، سکوپ 3 2 کلشان است. خب از این هم میگذاریم. در اینجا کویک سکوپ سویچ این علامه را حتما آن بال بانین که علامه خیلی بدل بخوره است. روی این بال اگر بانین خب ما میایم اینجا سکوپ میگیرم. چند تا سکوپ گرفتم. اگر باید بیایم در اینجا از اینجا تبدیل کنم سکوپ را. خب وقتی که علامه فال باشه میتونم از دست راست در اینجا هر قسم سکوپ بگیرم. میتونین هر قسم سکوپ از اینجا بگیرین. اگر غیر فال کنین هیچ سکوپ او علامه گم میشه. باز باید بیایم بایک را تبدیل کنیم. خب ما علامه را فال میمونم. مالی حتما فال بانین و اینجا رنگ دوربین تان است که چی رنگ میخواین با دوربین تان باشه. من سرخ هم میمونم. روی رید دات علامه رید دات چه قسم باشه همین دوربین های رید دات همین خورترکی است. ما میگم علامش این قسم باشه. همین نقطه خوب است، سبز سرخ باشه هر قسم که دلتون بود. دی چی رقم رنگ باشه 2 3 اسکوپ را قسم که میخواستین بسازین. خب دیگه ویدیو یه صداهای تون است که صدا چه قسم بیاید چقدر باشه دانلود. خب دیگه چیز دیگه نیست. خب دوستان این بود چند تنظیمات مهمی از پابجی موبایل و ویدیو را حتما لایک کنین و سابسکرایب چنل تون نره و هر مشکلی که داشتین در کامنت با ما شریک بسازین تا انشالله به زودی براتون ویدیوهای بسازیم. تا ویدیو بعدی خدا حافظتون.